سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم که حالمون خوب بشه و اینکه حالتون چطوره. بعد 2 ماه بالاخره یه ویدیو گفتم بذارم و اینکه بگم من زنده‌ام و یه تسلیت گفته باشم به تموم اون خانواده هایی که داغ دیدن و اینکه این ویدیو هم قرار نیسته که زیاد طول داشته باشه و اینکه سریع تمومش میکنیم. یه دست فقط میریم لون ولف پلی میدیم و اینکه خداحافظی میکنیم ازتون. آقا خیلی عشقید، لایک کامنت ساب فراموشتون نشه. بزنید بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، من واقعا لگم، یعنی کیفیت هم حالا استاندارد کردم، خیلی لگم. اوه، این دوستمونم ایرانیه. عجب عجب. خب راستی بچه فری فایرم رفع فیلتر شده برا من ها. شما هم یه چک بکنید. فکر میکنم که برای همه رفع فیلتر شده باشه تا الان. هو دوستمون ایرانی هست ولی خب خیلی فشار میده. خط و دیدید حاجی، چه خطی گرفتم، پشمام بریزه. حاجی بذار سریع بزنیم تموم شه بره پی کارش، ویدیو رو تمومش کنیم زودتر. چرا من حاجی میخوام ویدیو سریع تموم شه؟ بذار باشیم پیش بچه ها دیگه. مشتی شاید به خاطر گشادیه که میخوام سریع تموم شه و سریع ادیتش کنم و سریع آپلودش کنم که شما ببینید. بابا بس میخواستم فوش بدم دیدم ایرانی ها، نه فوشت میدادم. خب من خیلی لگم، نمیخوام، کاش من اسموت میکردم دیگه. گفتم شما چون دارید میبینید دیگه ارزش برای مخاطبمون قائل بشیم. وظیفمونه، یعنی وظیفه خود منه که شما دارید ویدیوهای منو میبینید اذیت نشید خدا نکرده یا کیفیت پایین نباشه. بذار من وست اینو یه راند بزنم خواهشن بذار وست اینو یه راند بزنم. داداش کجایی؟ اونجایی، اوکی. بیا بیا عزیزم، بیا بیا بیرون بیا. یا علی اینم آبرومون رفت، آبرومون رفت. آقا ویدیو به پایان رسید، خداحافظ. بذارید من دیگه حرف نزنم، خواهشم بذارید اینو بزنم. امیدوارم که نویز نداشته باشه، چون که من دارم پلی میدم دستم میخوره به میکروفون و نویز داره. ووهو داداش، گودرت. راستی برم یه سری بزنم ببینم اوضاع چیت و اینا چجوریه. یه نزدیک 2-3 ماه اصلا فری پلی ندادیم، دلمون تنگ شده حاجی. راستی بچه ها به زودی هم گوشی جدید میخریم و اینکه کیفیت و اینا همه چی میره بالا. شما هم حمایت کنید دیگه خواهشم. میخوام شروع کنم دیگه، گشادیو بذارم کنار. بیا ببینم. اوه. داداش نکن. دهنت سرویس. درسته من خط میگیرم ولی تو دیگه خط که قرار نیست بگیری. خطو میگرفتن حاجی، درست دارم میگم. یادم رفته به خدا، همه چی یادم رفته. قدرت تمام. بنازم. حاجی بذار این راندم بزنیم دیگه، من ویدیو رو میبندم. یه خداحافظی ازتون میکنم و ویدیو رو میبندم که زیاد اذیت نشید شما. میدونم الان دارید اذیت میشید ولی خب دیگه باید ببینید.
مشکل خودتونه. ووهو دیگه بذار یه ران دیگه آجی بزنیم دیگه، اشکال نداره، بذار 5 راندش کنیم دیگه خدافظی کنیم. حاجی خیلی لگم این گوشیه، اصلا نمیکشه. ریکوردم دارم باش میگیرم دیگه، بدتر و بدتر. ای بابا ای بابا. باورتون میشه بعضی از چیزای گیم اصلا یادم نیست. داداش عزیزم نکن، داداش من بست نزن. البته هد زدی یا، ولی خب دیگه نکن، نزن من. وای دهنت سرویس، دهنت سرویس. حالا من که تو رو میزنمت که، حالا تو هی بیا مدکیت بزن سیس بگی، نگاه کن هدش رفته، انقدر هدشو زدم. ویدیو رو بزنید عقب هدشو ببینید. راستی توی آپدیت جدید هدا دیگه نمیتره که، جالبه. داداشم عزیزم. واش وای دوباره شروع شد، دوباره شروع شد، شروع شد. داداش منو بزنی خیلی ناراحت میشم، منو نزن دیگه. خب من لگم دارم رکورد میگیرم، اگه اسموت بودم میدونستم. همیه منو میزنی، نزن دیگه. جای این که بیای بشین پاشو کنی. اه یعنی چی؟ تموم شد. خدا نگهدار برای آخرین بار. حاجی امیدوارم که نویز نداشته باشه صدا. نویزم داشته باشه من اینو آپلود میکنم حقیقتا، ولی خب امیدوارم نداشته باشه. اسنایپ. من تو رو میارم کاستوم، حالا ول کن، حالا ول کن دیگه، برو برو بکار، کاری ندارم، اوکی برو. آقا امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، لایک کامنت ساب فراموشتون نشه. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.